مکس گنگ، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به خانواده روکسوان. امروز میخوایم رفع لود پابجی رو به شما یاد بدیم که چجوری بتونین وارد اکانتتون شین. چند روزی است که زیرساخت کشور خراب شده و شما نمیتونین وارد اکانتتون بشین. برای این کار حتی میبینید که با DNS الان تست میکنیم و داخل اکانت نمیره. و حتما شما قول بدین در قبال این آموزشی که من به شما میدم بتونید برید وارد اکانت شید. هر کاری دلتون میخواد بکنید. حتما قول بدید لایک، سابسکرایب و کامنت بذارید. بریم ببینیم الان با DNS یه DNS رادار هم زنم، یه DNS واقعا خصوصی که باید وارد گیم بشه. ببینید لودینگ میخوره و بعدش داخل سرور میده و وارد اکانت نمیشه. خیلی ها این مشکل رو دارن. امروز اومدم این مشکل رو براتون حلش کنم. این کل این DNS هایی که اینجا هست رو میبینید کلا من ازشون استفاده کردم و هیچ کدام وارد گیم نمیشه. این برنامه رو شما نصب میکنید رادار گیم میذارید، بعد اینجا بازیتون رو انتخاب میکنید و اینجا سرورها هست. ببینید اینجا سرورها هست و ما کدوم سرورها رو انتخاب میکنیم؟ اینا. ببین این فقط این دوتا هست. شاید مال شما عدد جلوش فرق کنه، مثلا یه دفعه 3 باشه 2 باشه. خب فقط اونایی که IR GER همینا، فقط این دوتا سرور. بریم استفادهش رو ببینیم. لانچ گیم رو میزنیم و اینجا کانکت میشه. بریم داخل بازی. بچه‌ها فقط بگم این DNS جوری نیست که شما بتونید برین پلی بدین، فقط برای وارد شدن به اکانتتونه. ببینید که لودینگش رفت شد و الان وارد اکانت شد. این جوری نیست، فکر نمی کنم پینگ خوبی بده. حالا بازم الان یه دست TDM استارت میکنم که پینگش رو نشون بدم. ببینید که راحت وارد اکانت شد. ببینید بدون لودینگ. خب این پینگ لاویش چنه 222. من که بتونم گفتم نمیشه. حالا بازم یه TDM استارت کنم. شاید ریجسترش خوب بود. من فقط تضمین این که شما وارد اکانتتون بشید و میدم، نه اینکه بتونید پلی بدید. اونم حالا رای پیدا میکنم براتون میذارم. پینگش که میبینید 109. حالا باز ببینید چجوری خیلی پینگش بالاست. یه لگ خیلی بدم گرفتم کنم، یا به خاطر ویدیو یا کلا به خاطر دیگه. همونطور که میبینید اصلا ریجش خوب نیست. اصلا تیر نمیخوره که بخواد ریجش خوب باشه یا نه. حتی لگ هم میده بازیو. بچه اصلا نمیشه پلی بره. بچه مرسی این ویدیو رو دید. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.